روزگاری در باشکوه‌ترین سالهای قرن، زمانی که نام بلوچستان هنوز مثل افسانه‌ای زنده بر زبانها میچرخید، پسری کوچک در شهر ساحلی جاسک زندگی میکرد. پسری که روزی نامش لرزه به جان بزرگان میانداخت. دلیر تنها 8 ساله بود که در یک حادثه تلخ پدر و مادرش را از دست داد. برادرانش او را بزرگ کردند، اما از همان کودکی روح سرکش و مغرورش نمیگذاشت زیر بار لطف هیچ کس باشد. او میخواست خودش زندگی خودش را بسازد و همین سرآغاز سرنوشت متفاوتش شد. آن روزها پرتغالی‌ها در جاسک ساکن بودند و مسیر صادرات و واردات دست آنها بود. دلیر با گوش دادن به حرفهایشان زبانشان را آموخت. کنارشان کار کرد و کم کم وارد بازار تجارت دریایی شد. سالها گذشت و این پسر یتیم تبدیل شد به یکی از تجار بزرگ مکران، تاجری که خرج زندگی چندین خانواده را میداد. در یکی از سفرهایش به امارات با غواص بزرگی آشنا شد. مردی که از عمق دریا الماس و سنگ‌های قیمتی می‌آورد و با تاجران بزرگ رقابت می‌کرد. دلیر چند روز مهمان او شد، تا روزی که سرنوشت چشمهایش را به چیزی دوخت که دیگر نتوانست از آن دل بکند. در یک عصر تابستانی، دختر غواص دلنار در حیاط قدم می‌زند. فقط یک لحظه، فقط یک نگاه. اما همان یک نگاه کافی بود تا دلیر یک دل نه 100 دل عاشق شود. قوم عرب و بلوچ تعصب‌های خودشان را دارند. زنان با برکه، مردان با غرور. دیدن یکدیگر تقریباً ناممکن بود. همین ممنوعیت آن نگاه کوتاه را به یک عشق آتشین تبدیل کرد. چند ماه بعد دلیر طاقت نیاورد و از شیخ غواص رسما خواستگاری کرد. جواب: رد قاطع. من دخترم را به یک غریبه نمیدهم. اما دلیر آدمی نبود که با یک نه عقب بکشد. به جاسک برگشت. بزرگان محله و کنیزان را با خود سوار لنج کرد و دوباره به امارات برگشت. وقتی روبروی شیخ ایستاد گفت: اگر مرا نمیشناسی از بزرگانم بپرس، از اصالتم، از گذشتم. حتی اگر شک داری همین امروز با من به مکران بیا، اما جواب رد نده. شجاعت و هیبت دلیر دل شیخ را نرم کرد. چند روز بعد با وصلت موافقت کرد. 3 شب و 3 روز جشن در شارجه برپا شد. از 4 سوی خلیج مهمان آمد. دلیر برای دلنار بیش از 300 مسقال طلا آورد. کپ ماه، ستمی، بانگلی، پشت پنجه‌ای، انگشتر و علنگو. رسم بلوچ عرب همین است. آنها در خانه پدر دلنار ماندند و 1 سال بعد صاحب پسری به نام داوود شدند. 2 سال بعد هم دختری به دنیا آمد. اما خوشی همیشه دوام ندارد. تا اینکه در یکی از شب‌های سرد زمستانی همسایه‌ای تازه وارد به خانه شیخ غواص آمد. زن پیر اصرار داشت نوه تازه به دنیا آمده را ببیند. همان لحظه دل دلنار لرزید. حسی عجیب، سنگین و غیر قابل توضیح به جانش افتاد. آرام در گوش پدر گفت: بابا، من دخترم رو به این زن نشان نمیدم. یه چیزی درست نیست. اما شیخ با لحنی جدی جواب داد: این چه حرفیه؟ همسایه است. احترامش واجبه. زشته دخترم. دلنار با دل ناراحت سکوت کرد. دلیر هم آن شب در خانه نبود. پیرزن وارد اتاق شد. سرش را آرام داخل گهواره برد و با لبخندی مرموز گفت: وای، چه دختر پری چهره‌ای، چه چشمها، چه لبهای زیبایی، کاش مال ما بود. و بعد بدون اینکه چیزی بگوید رفت. 1 ساعت گذشت. سکوتی عجیب فضا را گرفته بود. دلنار که سراغ گهواره رفت بدنش یخ کرد. چشمهایش پر از اشک شد. دختر کوچکش بی حرکت افتاده بود و بدنش از کمر کاملا خم شده. انگار ضربه‌ای نامرئی به او وارد شده باشد. فریاد دلنار تمام خانه را تکان داد. درست همان لحظه دلیر وارد شد و با صحنه‌ای روبرو گردید که هیچ مردی طاقت دیدنش را ندارد. یکی از کنیزان با گریه خودش را به دلیر رساند و گفت: آقا، پیرزن، دخترت رو چشم زده. از کمر کامل تا شده. خانه پر از ناله و وحشت شد. ملاها آمدند. قرآنخوانها آمدند. طبیبها آمدند. 4 روز بعد دختر کوچکشان پر کشید و این دنیا را برای همیشه ترک کرد. از آن شب انگار ترس و اندوه در وجود دلنار ریشه دواند و آرام آرام هم بین دلیر و شیخ غواص دیوار اختلاف بلند شد. دلیر همیشه شیخ را مقصر می‌دانست و می‌گفت: دلنار گفت این زن مشکوکه. چرا گوش نکردی؟ چرا اجازه دادی بچه‌ام را ببینه؟ و بحث‌ها هر روز بیشتر می‌شد
تا اینکه یک روز بعد از نهار دلنار اتفاقی شنید که پدرش در اتاق را نیمه باز گذاشته و با عمه‌اش حرف میزند. این داماد مکرانی زیادی پرو شده. هر طور شده طلاق دخترمو ازش میگیرم. دلنار رنگش پرید. بیدرنگ حرفها را به دلیر رساند. دلیر از خشم به لرزه افتاد. نزد شیخ رفت و گفت: این حرف رو زدی؟ شیخ با غرور جواب داد: بله، به زودی طلاق دخترم را از تو خواهم گرفت. دلیر آن شب تا صبح حتی یک لحظه هم نخوابید. فکر پشت فکر، سکوت پشت سکوت، تا اینکه سحرگاه دلنار را آرام بیدار کرد. پسر کوچکشان داوود را در آغوش گرفتند. بی صدا از خانه بیرون رفتند. سوار لنج شده و امارات را برای همیشه پشت سر گذاشتند. دلیر به دلناز قول داد برای خانواده‌اش بهترین زندگی را بسازد. دور از چشمهای حسود، دور از اختلافها و دور از گذشته‌ای که قلبشان را شکست. حتما برای دیدن ادامه داستان ویدیو را لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب این داستانهای خفن و واقعی رو هیچ وقت از دست ندین.